салом тамошобинони азиз, пас аз чанд муддати таваққуф мо боз бо шумо рӯбарӯ ҳастем. дар нахуст барномаи президенти мардумӣ мо ёдовар шуда будем ки шумори қаҳрамонҳои барномаи мо хеле зиёданд ва тӯли як соле ки ин лоиҳаи мо давом кард, шумори нафароне ки бевосита дасти кӯмаки роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба онҳо разидааст бар зиёд шуд ва то он ҷое ки имконият даст дод ва минбаъд даст медиҳад, мо таҳиягарони барномаи президенти мардумӣ кӯшиш мекунем то аз ҳаёти ин нафарон барномаҳо омода карда бошем. хуб, қаҳрамони навбатии барномаи мо нафаре ҳастанд бисёр ҳам шинохта ва хурду бузурги кишвар ба ашъори баргузидааш эҳтироми зиёд доранд. солҳои нобасомониҳои ба сари миллат омада чанд муддат ӯро дур аз ватан кард ва устод Бозор Собир, шоири халқии Тоҷикистон, солҳои зиёд азоби дурии ватан дошт. аҳли зиёи кишвар хуб огаҳ ҳастанд ки борҳо роҳбари давлат аз онҳое ки бевосита бо устод робита доштанд, аз аҳволи устод бохабар буданд, пурсон мешуд. ва моҳи марти соли 2013 бо даъвати расмии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шоири халқии Тоҷикистон, устод Бозор Собир ба ватани аҷдодӣ баргашт. گلهای وطن نچیدم ده سر سال، دیداری وطن ندیدم ده سر سال. میبینمش از خریطه دیواری، میبینمش از خریطه دیواری. دوری وطن کشیدم ده سر سال، دوری وطن کشیدم ده سر سال. استاد بازار صابر، شاعر شناخته، وطنسرا که در هر سخنش محبت، صداقت و احترامش را به خاک و آب وطن تاجیکستان عزیز، کوه و پشته‌های زادگاهش صوفیان انعکاس کرده و به قول دل پردرد و دور از وطنش را در آن طرف اقیانوس با یاد وطن با ایجاد شعرهای خود آب می‌داد. پس از سالهای طولانی بر دوش اشعاری پر از محبت به وطن برگشت. بازاری وطن با سری بلند و قلب پر از محبت به این سرزمین، به خانه بابایی، به کلبه خسی، به زادبوم خیش در چشم اشک شادی و پزمانی برگشت. بازاری وطن برگشت. وطن چیزی است که تو با دستت میقپی، با پایت حس میکنی، با نفست نفس میگیری. من خیلی وطنی خیالی ندارم. وطن اکن همین که ما در کجا خونی نافمام ریخت همون وطنی ما است. خواه میخواهی خواه نمیخواهی. من نمیخواهم گفتن نمیتوانی، چون که تو در هوای همو کلان شدگی، تو در زمین همو قدم به قدم کلان شدگی، تو در همون بنان و آب و نمک و همه چیزهایی که در محیط همون است، حتی با دلانه همو دل آدم گم میزنه. نه دل ما مثلا در امریکا پر دلانه، همه لاله به خونسا آز سیو برین نشان، سیو برین دلانه. من اینا را میبینم پیسان نمیگیرم، دلم برای دلانه های سیویان گم میزنه. وقت داور عادل است. سرنوشت، قسمت انسان را بسیار امتحان می کند. هیچ کس را از این امتحان های بی آخری حیات جای گریز نیست. ولی در همه دور و زمان خرد ازلی ملت سربلند و نیکخواه تاجیک را به هم آورده است. استاد بازار صابر را نابسامانی های به سر ملت آمده، بدخواهانی بیرونی ملت به ملک غریبی کشیدند. دور از وطن استاد سالهای زیاد
عذاب غربت کشید. یک لحظه حتی به یاد وطن، زادبومش صوفیان، کوچه های پرخس و خاکی این موضعی برایش عزیز نبود. عزیزان زیادش را در این مرحله دردناک و جان شکن برایش از دست داد. دور از وطن، با یاد کوچه های دوره کودکی، توتی در حوله پدر بوده، صدای خروس سحرخیز، چشمه های پرصفا و فرزندان پدر موی سر سفید کرد. پرقدرتترین سرزمین عالم برای بازار تنگی می کرد. با سیاحت خلیج فارس در سر، در عقل و هوش، در کوچه های خاکالود صوفیانش بود. باد فیض‌آباد در پشته ها سراغ بازار می رفت. در خواب شبم هنوز به خاطر من در تن کودکی فرو رفته خود را تگ توت پخته می‌بینم. در جاله توت بارانش یک مشت یتیم خفته می‌بینم. خواهر به بغل گرفته خواهر را، دادر به بغل گرفته دادر را. وقتی که سپیده صبح وقتی که سپیده دیگ گردون را چون مادر من به ریگ می شوید، وقتی که سپیده گاوی گردون را چون مادر من پگاهی می دوشد، با شیرشیر شیر می شوم بیدار، با شیرشیر شیر دوشی مادر. من اصلا کودکی من هر بار چون مرغ پگاهی می شوم بیدار، چون خروس. من اصلا کودکی من هر بار چون مرغ پگاهی می شوم بیدار، چون مرغ پگاهی می کنم، چون مرغ پگاهی سینه می کوبم، چون مرغ پگاهی می کنم کوکو. کو خواهرکان خانه روبم کو، 100 سال دراز خانه نارفته، کو دادرکان خانبانم کو، 100 سال دراز خانه به صاحب، کو مادرک صغیربانم کو، 100 سال دراز دیگ ناشسته، دیگ و طبقش بریگ ناشسته. پرستاری ما مادرمون بود. تمام. پدر بسیار بر وقت از دنیا رفت. من از روی نقل مادرم که من 6 ماه بودم پدرم از دنیا گذاشتم. مادرم میگفتن که 7 یتیمی در قلبال به قبل مادرم که خورد. یعنی اکنون تمام وزنینی و دشواری و همه عذابات مادرمون کشیدگی. ما در زیر بغل مادر همچون مادر ما را سیمرغ در زیر قناتای به قوتش تربیه کرد. تربیه ما چه خیلی بود که همین خاندان نمیدونم با تاثیری کی بود، با تاثیری چی بود. شاید مادرمون زنی بسیار جدی بودن، حد زیاد. من یکم بار خنده اونا را ندیدم، گپی بلندشون را ندیدم. زنی بسیار نرم دیلم بودن. چه خیلی بود که ما تماما تربیه ما از تربیه همون فرزندای همسایه فرق میکرد. ما با کسی کاردار نبودیم، ما با کسی خوش اخلاق بودیم. بین دیگر جنگ جدال خیلی نمیدونستیم. خانه ما یک محفل ادبی بود. این نیکی بگم بگم چو انگشتی من است، انگشتی بریدم در این مشتی من است. با نالای نی چرا ننالم وفیقانه، کین خانه من همیشه در پشتی من است. با نالای نی چرا ننالم وفیقانه، کین خانه من همیشه در پشتی من است. ما تهیه‌گران برنامه پرزیدنت مردمی در جستجوی استاد بازار به صوفیان آمدیم. استاد را مکتبچگان مکتب تحصیلات عمومی 104 دهه برای واخوری دعوت کرده بودند.
استاد بازار صابر به بچه های دهش کتاب های خود را تقدیم نمود. ما باید کالوچ 3 کلاس میخوندیم. باید کالوچ تیمور میرفت میخوند میامد با ما هم کالوچ را پشتا با ما میرفتن. اون میامد با صدردین میرفت. باید کالوچ 3 کلاس میخوندیم در زمستانی خنک. این حال بچه ها مساز. من با شما چند تا اینم کتابا رو ما با شما تحفه آوردگیم. لیکن تحفه شهر دارد. خیلی که بیا بگیر نه. هر کس یک شیرک میخونه یک کتاب میگیره. لیکن بکنم کتابا نمیرسن. آنمی کلان ها گودکایی را نمیفهم. اما گودکا دبا می‌نویسن. در رفت صحبت استاد بازار صابر از مکتب بچه پرسان شد وطن چیست؟ و این پسر بچه چون به احساسات داده شد نتوانست که به زودی جواب بدهد. چون این لحظه ها من استاد را نظارت میکردم دیدم که چهرهشان تغییر یافت. به پسر بچه نگاه کرد و گفت انا همین زمینی که تو ایستاده وطن است. انا همین درختان وطنند. انا همین آبی جوی روانی نزد مکتبت وطن است. و از این صحبت استاد بازار صابر بار دیگر حس کردم، احساس کردم که چقدر محبت زیاد دارد استاد به این سرزمین. با بچه ها خیلی خوب هم صحبت شدند. هر کجا بودم نبودم من همه فرزند دهقانی تویم، در خیالی رگ کوهساری تو من غم میخورم، از برای سبزه و خاری تو من غم میخورم، از گلویم نگذرد نانی تو بیغم های تو، بیغمی تو من ننوشم آب از دریای تو، از تو من ثروت نمیخواهم وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردم بس است. استاد انسانی هستند بسیار عادی، خاکسار و بیکینه. دل صاف و بی‌آلایش دارد. بین مردم عادی بودن را بسیار دوست می داشته است و شاید سخنی بلند و تصویری عالی در شعرهایش از همین رفتارش سرچشمه گرفته باشد. ده را دوست می دارد. صدای خروس را ساعت سحرخیز می گوید و عکاس سگان را فالینیت می داند. همیشه در پشتی من سحر ده را چه تصور میکنید؟ صدای خروس خطی؟ همه ده ساعت ده چیه خروس؟ خروس. شما صبح چی زنگ بزند؟ زنگولک چی بزند؟ خروس. نیم روزه زنگولک چی بزند؟ خروس. شام با خروس. ساعت قشلاق. در امریکا چه ساعتونه بعد سحر میخیسید؟ در امریکا خروس نیست. وقتی که ما رفتیم امریکا ما با 3 چیز عادت کرده بودم. کودکی یکم با آواز خروس، دوم با آواز پاییز، بعد سوم با جکیدن سگ، آواز سگ. امریکا میریم وای نیست. خروس نیست. پاییز است. یک نگه پاییز دوشنبه نه. این خیلی پاییزی که میامد نمیشود که ما شعر می در سر استاد همین نیم خواب و نیم بیدار یک پاییز شون وای میکرد. صدام چی میگن بوق میکشید هم پاییز آمد، پاییز رفت، پاییز آمد. واقعا همون سال جنگ بود در خاطر ما یک کمپیرک بود رحیمه میگفتن. بچه‌هاش عسکری برده بودن. بعد کمپیرک خیالی شده بود. همین وقتی که آواز پاییز میشنید پاییز وقتا اورژانگزی بود میومد. نه اینجا میبرد اسکر. نه میولی هم از وокزال میگن همینجا. بعد کمپیرک خونه‌اش میرامد داد بالای بامش میرامد خیز اسکرا را آوردن با هم تا میگفت خوش میبرد با پاگا یا که با میشینیم میگه اسکرا را بردن ما هم خیلی عادت کرده بودیم. همین میگم خروس آواز خروس نیست. همین قدر یا چیز گم کردگی با یا چیز خوبی گم شدگی. یک بگه میرم پیش خانه گشتنی سری کوچه میرم آواز خروس خونده است. در امریکا در همه بود نزدیکی ما
بعد این بچه ها را تا وای کردم بچه ها را آمدم رفتم که گفتم خانه کی باشد بینم هم یک سری تپه پشتی تپه ده رفتم نیا کردم یک مردک 3-4 مرغ دارد در یک قفس امریکایی؟ نه امریکایی بعد گفت چوه اینجا آمده چوه با این اینترستید میگم باید چی تو باید توجه کردی چوه اینجا آمده ما گفتم همه باید روستر میگن خروزه روستر سانگینگ گفت یعنی تایم سانگینگ روستر ما بودم بوری اول بجنم بعد یک وقت دیگه نیمی شب یک ببینم یک سگ از دوری یک اوی سگ آمده است بچه ها را خزاندم خز بچه ها چی گفت حالا گوش کنه آوازی سگ آمد این همه اینا چیزایی که خاص قشلاقی هستند خاص قشلاقی هست برای همین حولی پدرتون است اینا حولی پدر حولی پدری میگن گرچه در این کهنه حالی کسی نیست به خانه و در کردنم یاد پدر کردن است این ویرانه و چهاردهالی بسیار است این خانه هایی که ما تولد شدیم و ما گودک بودیم این خانه ها نیستن اینا از اونا این مانده است همین زمینی پدری هم زمینی پدری است ولی از زمینی که همینجا تولد شده زمینی پدری زمینی مادری من وطن هم زمینی مادری من است زمینی مادری خانه‌ای که ما بودیم من ایمانده است من اینا موزه کردنی بودم من موزه چی میمونه ماده اوجه برای چی استوال اثرهای شما مثلا خاطره ها از تیموری صبح من خیلی موزه کردنی نبودم من موزه که با همه اسباب انجامی که در داره گودکی های ما بودن یا سطلی زنگ زده یک سطلی زنگ زدگی شکسته یا چختگی لوش پریدگی یا کوزه دستش پریدگی همون چیزایی که ما دارم یا بلی زنگ زدگی همون چیز ما دارم اونم خیلی موزه بعد برای چی پیدا کردن نشد مگر نه ما که دیگر ایده شد در سرم هست بچه ها دا گفتم با یک بچه رامیز میگن بچه من در همین کار کامپیوتری کار میکنم میگفتم خیلی موزه بوده است ما بودم چی خیر گفت که در منگره یا مرده کرده بوده است همین خیر همه چیزای عجیب بود قشلاقشه که همه خاص قشلاقی هستند همون رو جمع کرده موزه کرده بوده است در منگره گفتم این ایده احمد زیده است اینم بطش دست اینا نبودن اینا نبودن از او کهنه ها چی زنده مانده است استاد جمعه شبها خواب میرید آرام است آرامی خانه حولی مادر خب مقدس است مقدس است بودایی گم حولی مادری و پدری یک مثلا قزاقا در حولی هم ندارن خانه هم ندارن دیگه در یک سری سنگ یا در بیخ یک چی تولد میشن در بیابانی خالی در یک فرض کن بیخ یک بوته میگه وطنه سنگاداغ میدن یا بیابده سنگاداغ سنگ توکو ایل و پشتنگ توکو جوره بیننگ توکو عقلی تگی سنگ توکو سنگاداغ نولی دایگ یک خانه شو ویران که سیل اومده خانه شو برده بعد نالیده گفته که از وطن می نالیده بعد یک پرنده یک مرغابی یک پرنده ایسته که شده بود وطن گفته که وطن ما یک جایی بود که شیرین ترین جا بود بیافته بریم وطن ما میرم امروز همه خیلی ما هم کرده بودن خطی یک شرف بود یک ترجمه بود بعد رفتیم سنگاداغ قدی رفتیم همین لبی همون سیل راده یک سفید خوراک گفته که من نشان ده گفته این ته می سفید خوراک ده هیچی ما بود همین هیچی ما ته می سفید خوراک ده بود و گفته همین جایی است که تو برای همین ناله و گریه کنی و هم قدای رفت که قدای سیلاوه نگه نه گفته است ما اینجا بچه کچ داشتم اینجا زندگی بچه کچی ما خودم گذاشته
برای شیرین است، نباشه خیلی سفید خوراک هم وجود است. نه خیلی خاندان استاد بزرگ همه از اول دوستدار کتاب بودند. خود استاد و خواهرش بیبی کلان با ما نقل کردند که هنوز از ایام خورده آنها از دیگر بچه های دیه فرق می کردند. اویله نمونه بودند. پدر و مادر همیشه از تحصیلشان باخبر می گشتند. پس از مرگ پدر که بسیار بر محل از عالم در می گذرد، مادر آنها را به وایه می رساند. برادران تیمور، کمال و بازار صابرف ها تحصیل من بعدی خود را در خانه اینترنت ها دوام می دهند. ما در قشلاق بسیار اصلا تا 14-13 سالگی دیگه همون خاطرهای همون زمان هنوز زنده اند. گاه تازه میشوند، گاه با خیره میشوند در خاطر آدم. مثلا نامای همون جورایی که داشتیم، حتی حاضری بعضی ناماشون چهره ها را میشناسید، نامای در خاطرم هست که چه خیلی بودن. دیگه مثلا نامش دقیقاً گفتن نمیتونم، باید فکر کنم. این خیلی است که فراموش میشه با مرور زمان. بسیار چیزا فراموش میشه. خیلی همین تیلا در سنگ برین، همین بعضی سه شیرینی که بسیار صمیمیان نمونهاش باقی میمانند. اصلا دیه به هر حال میکشد، آدم به ها میکشد. های آدم در کجایی که دیه دیگره مواد شد و مردم در همه قطعی همیشه که آدم خاطر آدم از صفی چند سر میشه، سالی چند سال باید باشد. تقریبا 5-6 ساله باشه و خاطرهاش میماند. اون طرفش خاطره نیست. برای همین در این محیط که زیکالان گودکی ما گذشته است شیرین است، بسیار شیرین است. سفر به دهکده سبز کودکی کردم، سفر به سایه پرندگان در آتش ظهر، سفر به قوس و قزح‌های زیر بار مله. رنگین کمان در کجا را میبینی؟ قشلاق را میبینی؟ بله. در بهار قشلاق رنگین کمان های سایه پرنده ها کفتر سیله میگذارن، در کجا میبینی؟ در قشلاق میبینی. نانی چپوتی استاد. سفر به خلوت بارانی شقایقا، لاله ها که باران میزند، سحری بهار میخیزی، شبنم میچکد، در کجا میبینی؟ در قشلاق میبینی. همه همینا عزیزترین چیزن و همه همینا همون شعرن، بگفتنی ما هم شعرن، همه شعرن. استاد یک کمپیر نزاکت است که بسیار تاثیر میکنه. که این کمپیر نزاکت؟ کمپیر نزاکت از دهمی صوفیان بسیار مقدس کمپیر است. خیر در صوفیان کمپیر خوب بسیار بودن، در زمان کودکی ما بسیار بودن. دیگه کمپیر نزاکت بهترین اون کمپیرها بود. پیش از همه که اون همین مامد دایه همه بچه های قشلاق بود. اون وقتا یه خیلی رادام و پادام نبود. هیچ کس نمیدونست در کجا، اگر که بود در دوشنبه بود. کمپیری نزاکت، کمپیری بسیار گودک دوستک، کمپیری که همه دوستش می‌داشتن. او هم کس نبود که باید که اوگانده است. خودش دو تا گودک داشت. نه که تمام عمرش مجرد بود، با همین گودکبانی به گذشتگی بود. بعد خصوصا خاطره همین که روزای توی ما هم در تویخانه جمع میشدیم، نگاه میکردیم که کی کمپیر نزاکت در تویخانه میراید و که میرامد آستین خالی نمیرامد، آستیناش پوری قاق زردالو و 4 مغز و 3 و یک چیز میراورد با ما گودکا همین یمش میداد. خوشبختترین لحظه ها بودن. خاطر بچه ها رو شد میکنه. من اما کمپیر نزاکت شلاقه که من بوی چپاتی دارد میگه دوستا. این همون چپاتی های دوره کودکی ها هست یا که همونه که سالا هم میوید؟ همون چپاتی ها. ولی اگر 100 بار چپاتی بپزن بخورم او لذت ندارد، او کیفیت ندارد. چپاتی که در همون تنوره کلان میپختن کمپیرها، یک تاوت میرونه که بوش میره قشلاق بوی چپاتی میگیری، یا که روغن زغیر شیرین نکنن. قشلاق هم روغن زغیر میشه.
الان ما حاضر مثلا یک دگرگان زغیر تو شیرین کنی او کیفیت او یک قداغرگان زغیر شیرین کردن همون وقتا ندارد. هر جا که نمیروم دلم والای توست در بام دلم بیبی کلان صابرова خواهر و آخرین امیدی از فرزندان پدرش برای استاد بازار به ما نقل کرد که بازار صابر هنوز از ایام جوانی بسیار هم زیرک و هوشیار و مشاهده‌کار بودند. دهه را بسیار دوست می داشت مثل امروز. کبوتران را شب‌های مهتابی علف درو و غنداشتن گندم برایش پسند بود و هر چیزی که امروز در شعرهایش دیده می شود این همه مشاهده های با چشم دیده استاد بازار است. مشاهده کار بودن خیلی مشاهده کار وقتی که می خیلی کلان شدن بعد وقتی که استودنت شدن در دانشگاه ملی که قشلاق می رفتن چی می بودن؟ قله های دانش گزیده قله های دانش شعرشون چاپ می شد می خوندیم با حواس انا شعری من برومد بعد فهمیدیم که اینا خیلی استعداد شعرگویی داشتن بعد میره پیشه کردن شاعری را مثلا چنان شعرهاشون فقط تصویریه تصویر خیلی عالی است. خیلی عالیه چون که مشاهده کاری سختن مشاهده من وقتی که یک مجموعه شونه با نام چشم سفیدار بروردن من معلومه بودم کار میکردم حیران شدم چه مجموعه را چشم سفیدار نام کتاب بعد وای کردم بعد رفتم قشلاق رفتم خیلی میرم کارگاه رفتم که دیدم من نگاه کردم سفیدار پیش خونمون نگاه کردم که در حقیقت همین بدن سفیدار مانند چشم بریش داره گفتم ایره بینی تا حالا عقل ما نگریف بینی مشاهدهشان خیلی زیاده مثلا چیزایی و یا میگن علاقه ایود مردم علاقه استعمال برامدگیه مثلا میگن که بدیده پریدن نیادم پری کت کفی دعا شدم بداس مهی ره رود اینم بینه که او چشم میپرد به خاطر مسکی خسته که دعا خوانده میموندن این علاقه استعمال این کلمه ها برامده لیکن همون چیزها در مفکورشان از چخیل خودشون میگه که من صفر قشلاقیان هم صفر قشلاقشونم میدونن همه کلمه های قدیمی رو میدونن که بسیار مطالعه زیاد دارن. استاد مادر یاد داره؟ مادر یاد داره؟ مادرم بناسی گذشت بسیار دیر نه تقریبا 25 سال پیش بوده یا 30 سال پیش کامپیر بود تا امریکا رفتن نه پیش از امریکا رفتن من تقریبا یک 6-7 سال پیشتر گذاشتم کامپیر که مهنتی بود خاکی کامپیر قشلاق مهنتی چیه نمی تپک آب همین دو آشخانه و دیدام و این چانتانور و صندلی این همینا مگه بودن از رفیقا بسیار کم ماندگی نه؟ قریب هیچ کسی نیست قریب کسی نیست همه اینا جوانان قریب کسی نیست این همه یک تماندگی این همه معلم بودیم نه که این همه بکالان نیست یک سال جوانتر است با همون ریش جوان است معلم سفرعلی اماموف همسال و همسبق استاد بازار هستند سالهای زیاد است که دوستی دارند حتی سالهای در وطن نبودن استاد بازار دوستش سفرعلی از اولش با خبر بوده است ما همیشه تلفنی صحبت میکردیم همه شعرهای دوستش را از یاد میداند میگه که فواره خنده میپرد از لب تو مانند پرنده میپرد از لب تو فواره خنده تو غمهای مرا از ریشه کشیده میپرد از لب تو میگه که از داغ تو دم به دم دلم میسوزد از وقتی پیاده ام دلم میسوزد به چشم مرا نمیکشادی در عشق از چشم کشاده ام دلم میسوزد رویت به من و مرا نمیخواهی دید گوشت به من و مرا نمیخواهی شنید بر مهر و محبت تو چشمی کی رسید در پیش تو از علم دلم میسوزد تا از غم و شادی تو پر شد دل من مانند گل بخنده دور شد دل من عشقی تو نمرد و زنده مور شد دل من بر این دل مرده ام دلم میسوزد
وقتی که غمی تو میکنه دلگیرم، میخیزم و دفتر و قلم میگیرم. از دفتر و از قلم علم میگیرم، بر دفتر و بر قلم دلم میسوزد. چون خاری شکسته که ماندی در تن، ماندی همه با من و نماندی همتن. نه به من یک دم و نه هر دم با من، از به همی به هم دلم میسوزد. شیرینی شیرینی توتی دارد. این حوله به قول استاد بزرگ حوله مادر، یعنی مادر وطن است برایش. روی حوله به 4 طرف نگاه کنان گویا نشانی از مادر می جوست که به اختیار به شیرخانه در آمد. از توتی در حوله پدر داشتهشان از برادران و خواهرانش یادآور شد. از نشان مادر تا امروز انا این خانه یادگار مانده است. خاکی مادر. از خاکی وطن گوری پدر در دیلی من مان، در دیلی من مان. مادر چون مزاری لبی جر در دیلی من مان، در دیلی من مان. در بستم و فرزندی پدر در پسی در راست، آی در پسی در راست. فرزندی پدر در پسی در دیلی من ماند، در دیلی من ماند. در آتشی غم کاغذی رو ای من اگر سود، از خواهری من کاغذی سرد در دیلی من مان، در دیلی من مان. من رفتم و صد خویش و تبار از سری من رفت، از رفتنشان تربتی تر در دیلی من مان. از خاکی وطن گوری پدر در دیلی من مان، در دیلی من مان. مادر چون مزاری لبی جر در دیلی من مان، در دیلی من مان. در بستم و فرزندی پدر در پسی در راست، آی در پسی در راست. فرزندی پدر در پسی در دیلی من ماند، در دیلی من ماند. در ریشه طلایی نبود ریشه جانم، پودینه شد روی جگر در دیلی من ماند،
در دل من ماند. در سوزنی دیواری من است رشته عمرم، کافیست همان سوزن اگر در دل من ماند. از خاکی وطن گوری پدر در دل من ماند، در دل من ماند. مادر چون مزاری لب جر در دل من ماند، در دل من ماند. در بسته و فرزندی پدر در پسی در راست، آی آی در پسی در راست. فرزندی پدر در پسی در دل من ماند، در دل من ماند. مادر چون مزاری لب جر در دل من ماند، در دل من ماند، در دل من ماند. استاد این واخره شما در اتفاق نویسندگان 10 سال پیش بود. آره. من حولیتان یادم با آمد استاد سفیان. حوله مادری گفتید که مادر بسیار ریقت آور بود و قربان علی هم بسیار با علم خواند، خوب خواند. تیمور صابر برادر دوستدار استاد بازار صابر در سن 25 سالگی علاقه نامزد علم‌های ریاضی بودند. در سن 36 سالگی دکتر علم‌های ریاضی پروفسور تیمور صابر از بیماری سرطان از عالم در می‌گذرد. آن زمان مادرمان در حیات بود. با درد گفت بیبی کلان صابرова. از روی همین نقل‌های مادرم می‌شنیدم. این اولین ضربه بعد مرگ پدرم، مرگ همین برادرم تیمور صابر بود. این یک عالمی ورزیده، ساحه میدان ریاضی به همه معلوم نیست، زبان‌های چی میگن، فن‌های دشوار که این رو نه همه کس میدونند، همون ساحه خودشان میدونند. خلاص این مرگی بود که این یک ترکیشی بود برای مادرم، برای اهل خاندان ما. این ترکیش تمام برادرای دیگر ما از بین برد. هیچ غمی او دور نمیشه، تا حالا دور نشده. 36 سال شد و نیست در بری ما، لیکن یاد او همه وقت در یاد ما هست. اما برادرم وقتی که گفتن که بیگانه گریست و از علم خیش گریست، بیگانه و خیش با دلی ریش گریست. در مرگ برادرم شب و شام و سحر از ابر بهار مادرم بیش گریست. نیخانه خراب میکند چشمی مرا، دور از تب تاب میکند چشمی مرا. نی را کی بریدند از چشمه آب، نی چشمه آب میکند چشمی مرا. نی را کی بریدند از چشمه آب، نی چشمه آب میکند چشمی مرا. مادرم بعد مرگ برادرم یگان بار لباسش رو در بر نکردن، یگان بار در سرشان غیر داکه پختگین چیز دیگر نه انداختن، یگان بار معرکه رفته خانده نکردن. یا امور فرزنداشون ناله فرزند میکنن، همچی چاکک چاک چاک میکردن. اگر ما میشتیم یک لحظه گپی وی نمیگفتیم یا برادرها جمع میشنن گپی وی نمیگفتن و خفه میشید، میگفت که از یادشون بردن و یا برای اون نمیگفتن که همین مادر من بار دیگر زخم دلشون
باید نکنیم ما بو رفتن، ما زخمی‌تر رفتن. نکنیم. نمیگفتن میشتن با دیگه گپو میگفتن. وقتی که میخیستن مادرم میگفت که تمره فراموش کردن نه علاکه میگفتن نه آخه فراموش نکردن چه جون برای شما با زیق میشه نه میگفتن میگم باید میگفتن. این خاندان زمان سرجم و خوشحال تلفات‌های زیاد داشتند. استاد بزرگ بازار صابر برادران زیاد دانشمند خود را بسیار هم بر محل و جوان از دست داده است. به قول خواهر بازار صابر در گورستان فرزندان پدر شب را روز کرده و شعرگویی کرده است. درد دل برآورده است. قلب بازار قلب شکسته و پرخون غم برادران است. پشتی من است با نالای نک برادرم بزرگ بسیار دوست می‌داشتن. همه قدر دوست می‌داشتن. خیلی دوست دار بود خودش. همه دوست می‌داشتن. بعد در اویله هم خیلی است که برادرای دیگر قطع اتفاق ناخه دوست می‌داری دیگر فرزند پدر. بعد برادرم همه بزرگ شبا حتی می‌خواستن رو بالای گور می‌رفتن می‌آوردن. میگفتن که تنها و اینجا خوب مدعی خوب نمیرفتن. به خاطر همین برادرم همین اکه بازارم خدا رحمتی اکه دیگراش زنده بودن همش پول جمع کردن یک جایش در تمام گرستان قشلاق آباد کردن. همه گیردی همونه محکم کردن در دروازه کردن. میانشون سخت میبستن به یادم است که یک رومال پشمی قطیب میرفتن از هر توشون در گرستان کار میکردن برادرم بزرگ. بعد می اومدن مانده خسته بیگانی خونه مادرم میگفتن که خوب عذاب کشیدیم برای تیمت تو خوب عذاب کشیدی. من همه قدر ایره دوست می داشتم. آباد کردن در حقیقت آباد کردن. چون تو در غربت نافتادی چی دانی حال ما مهنت غربت نداند هیچ کس ایلا غریب. این در این 20 سال غربت او شاعر بود شاعرتر شد. حالا میگن که شیخای ما اهل تصوف عزلت نشینی میکردن این استاد ما در عزلت بود. یک کسی نبود که شعرش خواند. مشتاق همین تاخه یاد قشلاق و یاد همون کمپیر نزاکت و یاد همون گوجوشی مادر و همون توتی حولی و همون مادر پیرش و همه همین رو پیش روز مثل کامیرا باری و وقتی که او را من میخوانم همین موضوعی مادرش و قشلاقش مثل نوار همین خیلی تصویرگر است که تصویرگر هستی. شعر او خیال ما که خودش آهنگ دارد الکه. برای ما بسیار بعضی شعرهای سفید است بسیار مشکل است آهنگ بندی. نه که دیگرش میگویم که درد دل من گفته است. همین تپش دل من میسراید میگوید. برای همین تیز من در دل من میشینه شعرش. هنرمند خلقی تاجیکستان سیدقل بلالوف از آن نفران است که سالهای زیاد این جانب بالای اشعار استاد بازار صابر آهنگ ایجاد می کند. همه سیدقل یک روز من یک ربایی بسیار شیرین خواند. ما گفتم اگر حیف است که همین ربایی من نگفته باشم. گفته تو گفته؟ ما چی خواند؟ ای شرشرانو بیدی مجنونی منی سر تا قدم ارغوان گلگونی منی از جوی به جوی شناوری در خونم شناوری در خونم جویا گل ماهی جویا جویای یگام کسی گفته نمیتونه از جوی به جو شناوری در خونم گلماهی جویای خونی منی. چون مادر من مزار در پشته نبود در گیردی درش مزار ناگشته نبود
چون مادر سیر بچه از داکه او یک بچه زن تومار نابرده نبود. از خواهر من سه بچه مانده خسی، چون لانه پرنده از خار و خسی. با سوزن و رشته میکند گلدوزی، با سوزه و رشته که از دلسوزی، گلدوزی میکند دل مرا گلدوزی. ای شرشرموی بید مجنون منی، سر تا قدم ارغوان گلگون منی. از جوی به جو شناوری در خونم، گل ماهی جویه جویه خون منی. یک نماینده ادبیاتم هر قدر که توانستم، اگه دیگر من میتوانم گفتن نمیتوانم، این گپ هر قدر که میتوانستم یک اکثرا دلسوزانه نسبت مردم، نسبت خلق، نسبت تاریخ، نسبت افتخار، نسبت شخص‌های افتخاری تاریخی کم و بیش گفتم. من تا یاد کردم از دوره هر چی که در ادبیات مورد افتخار است یک بار یاد کردم. و وظیفه هر یک من از پوزیسیون شاعر و نویسنده ها میگم، وظیفه همشون همه میای. اما آینی هم همین کار کرده بود. آینی هم همین از همون نمونه ادبیات تاجیک سر کرده، همین تا آخر عمرش همین کار کرد. همین آینی هم گفتن که در همون زمان که تاجیک خیلی ملت نیست، یک قوم است، یک قوم یا میانه است. آینی گفت که نه، قوم این ملت است، قوم نیست. و گفتن که چه دلیل داره؟ گفت که اینا نمونه ادبیاتش، اینا دلیل من دیدم، گفتم 100% درست، این ملت است. تا آماده نمودن برنامه مذکور با استاد بازار صابر بسیار واخوردم. انسان است مهربان و خوش سخن و غیر عادی و شخصیت ناتکرار. ما تهیه‌گران برنامه پرزیدنتی مردمی این نوبت استاد را برای صحبت به استودیوی شبکه یکم دعوت کردیم. گرچند که استاد بازار صابر چند مدت کمی احوال سلامتیشان بد شده باشد هم خواهش ما را رد نکرده و حاضر شدند. طبعشان خیلی هم خوش بود. در آینه خود را نگریستم سحری، گفتم که مقابلش نیستم سحری. آینه روی من در آینه نمود، با آینه روبرو گریستم سحری. با استاد بازار بیشتر از 2 ساعت صحبت کردیم. هواداران شعر استاد به زودی استاد را حلقه گرفتند. سوال دادند. شعرتان با گفته بودید که من توگمه صدایم در پشتی هر دری تنگ، همینم به فکرم هم سالهای 91 و 92 بود. همه سالها بود. همه سالها بود. اگر این سال میشد نمیگفتید. حالی بینا. نه حالی نمیگفتم. ولی همین شعری پس از ما هیچ وقت نمیگفتم. من اونجا اشتباهی بسیار کردیم، چون که ما سواد سیاسی بسیار مختصر داشتیم، سواد سیاسی جهانی نداشتیم و اکثر این مردم تاجیک هم سواد سیاسی ندارن. اکثر نویسنده ها و عالم هایش هم. همون سال هم یک سبق تاریخ بود. امروز در همین زمان جهانی شوی می شود که باز هم جوانای ما را گمراه سازند. جوانان را گمراه می‌سازند. 1001 تشکیلات در همین خود دوشنبه 1000 تشکیلات، 1000 تشکیلات ارتجاعی خارجی، همه مقصدشون پیش از همه گمراه کردن جوانان است. پیش از همه چی میگن؟ متشنج ساختن وضعیت است. من نشته بودم که جلد شاهنامه به قرآن عرب بنگر سال 1000 است که در پیکار است. عرصه جنگ و مبارزه او عرصه جنگ بزرگ وطنی است.
یگانه شعری که تاجیک پاتریوت میکنند شاهنامه است. من یک چیگم رسول غمزت فخواندم داغستانی من بعد میگه یک جا که چند دولت های دنیا رو چرخ زدم گشتم بعد وقتی می اومدم با اول مستفیدکا من گرد میکردن میگفتن اکو رسول نقل کن درباره همه دولت ها نقل میکردم صحبت همون میرفت می اومدم با اول من به خبر میموندم انا مثل از امریکا با سفیان اومدن تپاکای اول که در اونجا در تنه دیوال مسکو تپاک است نه تپاک نیست نه جو قشار نبوده به تپاک خاطر جرغات بعد بازگشت همو دلانه همو وطن دریافتی گفته که دلانه همه در جایش هست همه دلانه ها هستند ولی انا کم من نمیشوم انا این دیگر گفت همچه آواره بزرگ شدی به وطن بزرگ شدی در کف دست من بزرگ شدی دخترم زیره صغیر داشتم در کف دست خود تو را کشتم نرود هیچ بویت از مشتم دخترم زیره صغیر داشتم در کف دست خود تو را کشتم نرود هیچ بویت از مشتم اوه باسای این نوارها از آمدن استاد بازار صابر به وطن است. اهل زیای کشور وسایط اخبار عامه استاد را حلقه گرفته و سوال باران میکردند. در خانه خودتون خوش آمدید استاد. روحیه چگونه است؟ تشکر سلامت باشه. ما یک دو بار یا سه بار پیش از این آمده بودم و هر بار به اختیار خودم می آمدم. یعنی به هیچ دعوت و به هیچ تکلیفی اختیارا همون به گفتگو با خانه تی آشنا با خانه همه آشنا بیا بیگانه نیست بگویم بیا من همه خیلی میامونم هر دفعه به یکم تکلیف به یکم دعوت و این دفعه فرقش زیاد است. فرقش اینه که دفعه رسما کاملا رسما با دعوت محترم پرزیدنت جمهوری آمدم. واقعا از این دعوت ما به حد منتدار و هزار رحمت به پرزیدنت محترم پرزیدنت جمهوری که نهایت با کاری من هم مشغول شدن. کاری من که مشغول ندارد، که هیچ یک مشغولیت ندارد. هر کس که یک اینتلیگنت خودش اینتلیگنت نشمارد، یک آدم پیشقدم جمعیت نشمارد، هر کس که خیلی خلاص این که از معلم تا با اکادمیک در تعلیم پرزیدنت گذارش بهتر و همیشه این مغز که همین اینتلیگنت مغز میگن همون مغز عقلها یاری میاد. استاد بازار صابر هم به احساسات داده شده شادی خود را پنهان کرده نمیتوانست. نسیم فارم وطن را در تمام وجودش احساس میکرد. خیلی خوشحال بود. بهار به روی تویم چی کار آید؟ یک آمدنت به که 100 بهار آید. نه بهار آوردی نه. گویان بهاران شد و گل آمد و دای رفت. ما به تو ندیدیم که کی آمد و کی رفت. نه بهار آورده. بس تیر و دایما و اردیبهشت بیاید که ما خواه گشته و خیشت. روز دیگر استاد بازار صابر را پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به حضور پذیرفتند. خیلی خوش و آزاد و صمیمی صحبت کردند. ما یک واقعی حال جناب دوستانه با تمام نوازش و مهربانی ما را استقبال کردند و من 100% از محترم رئیس جمهور منتدارم و قبلا هم منتدار بودم که من در کیم کجای امریکا زندگی میکنم همونجا ما را یافته یک از ما سراغ گرفتگی در واقع به واسطه روبرو با بهتر 1000 بار بهتر بسیار مهربانانه دوستانه دوستانه که ما بیگانه نیستیم همین یک خیلی مثل یک آدمای یک عائله صحبت کردیم
مثل آدم مردمی یک خاندان یک عائله. و پیش از این آماده بودم چند بار و هیچ کس برای رفت و آمد من مانع نشده بود. آزادانه آمدم و آزادانه رفتم. در تاجیکستان وقتی که من آمدم گفتم که همه اینتلیجنت های تاجیک بهتر آن است اصلا و خوبترش همین است که در همین اطراف پرزیدنت باشند بهتر از آن که در تاجیکستان پر جریان ها پر عقیده های اکستریمیستی عقیده های ارتجاعی پرند خصوصا در بین اینتلیجنت اهل زیاد خشان وارث فرهنگ خشان وارث مدنیت و علم و ادبیات میشمارند اینو با اونا داخل دارد برای همین من به واسطه با همین گفتم که در اطراف این پرزیدنت بودم بهتر برای اینکه همین یکم که همین مسئله اولین ما چه همین وحدت ملی با نشانی که از شما دارم از جهان به نشان نخواهم رفت. جایگاه باشید. دائما صحت سلامت باشید. سربان سر ملت تاجیک باشید. ما با شما افتخار میکنیم. من شخصا علی زیا را عالمانم علی ایجاد بنیاد عزت اونایی که در اصل ایجادکار هستند. استاد بازار صابر از راهبر دولت با احترام زیاد حرف میزند. میگوید امام علی رحمان قهرمان وحدت تاجیکان است و واقعا هم پیشوای ملت امام علی رحمان در وحدت استوار ما در سرجم ساختن ملت تاجیک در برگردانیدن گریزه های زیاد به وطن خدمت قهرمانانه کرده است و محض انا همین از خودگذشتن های راهبر دولت بود که امروز ما سرجم آمدیم. امروز تاجیکستان ما وحدت دارد. امروز ما به همدیگر متحد هستیم و به قول استاد بازار صابر ما باید از این وحدت از این صلح از این آسایشتگی سرزمین به قیمت جان حفظ کنیم نگذاریم تا بدخواهان ملت بار دیگر ما را به هم دشمن سازند ملت را پراکنده کنند و وطن ما را به خرابزار تبدیل دهند و استاد بازار خیلی خوب میگوید که دوست داشتن وطن از کوچه از دهه از درخت از آب زادگاه هر یک ما شروع می شود پس بیایید دوستدار این وطن باشیم بیایید به قیمت جان از این همه ارزش های ملی خود حفظ کنیم بیایید فرزندان وطن خواه و وطن ساز و وطن دوستی این سرزمین باشیم. گلهای وطن نچیدم ده سر سال دیداری وطن ندیدم ده سر سال میبینمش از خریطه دیواری میبینمش از خریطه دیواری دوری وطن کشیدم ده سر سال دوری وطن کشیدم ده سر سال خانه من مسافه بسیار است رسمم به دو چشمی چار در دیوار است تا خانه من مسافه بسیار است رسمم و دو چشمی چار در دیوار است از
از روی من آینه من سر نشد، آینه من منتظری دیدار است، آینه من منتظری دیدار است. از روی من آینه من سر نشد، آینه من منتظری دیدار است. ای عکس نشانی روی ماه بودی، از تازه جوانیم گواه بودی. من پیر شدم ولی جوانی تو هنوز، من پیر شدم ولی جوانی تو هنوز. حقا کی رفیقینی مراه بودی، حقا کی رفیقینی مراه بودی. با نشانی که از شما دارم از جهان به نشان نخواهم رفت. عمرست که هست چشمی من ابرالود، بارانی سیریش که من دم کندن نشد. عمرست که هست چشمی من ابرالود، بارانی سیریش که من دم کندن نشد. از ترکی وطن که 10 سری سال گذشت، 10 سال هوای چشمی من صاف نبود، 10 سال هوای چشمی من صاف نبود. از ترکی وطن که 10 سری سال گذشت، 10 سال هوای چشمی من صاف نبود.